مرتضی با 580 کیک. یکی از تمرین‌های خیلی کاربردی واسه تورنادو هایپر تقویت پای راست هست. شما قراره در هر جلسه تمرینی ازش حداقل 50 تا 30 الی 50 تا انجام بدید. نیاز فقط روی پای راستتون وایسین، جامپ و جمع کردن پای راست که این تمرین توی 720 کیک هم استفاده میشه. تمرین دومتون واسه 540 کیک دوباره روی پای راستتون وایسین با یه جامپ و خم کردن پای راست برگردیم به پشت. تمرین سوم 540 کیکتون ادامه تمرین دوم شما قراره. تمرین دوم این بود که شما برگشتید به پشت. حالا قراره یه چیزی به اول کار اضافه کنید. شما پای راست رو باید بذارید عقب، پای چپ جلو، پای راست رو که گذاشتید جلو. حالا پرتاب پای راست دوباره با پرش 360. بچه‌ها تمرین آخر که تمرین چهارم هست، شما قراره مرحله‌ای پای راست رو بذارید، پای چپ رو بیاری بالا با تمام قدرت جامپ و بالا آوردن پای راست. خب نکاتی که توی 540 کیک هست اینه که اتصال اون رو تقویت کنید. یعنی وقتی که کار رو متصل انجام میدید این شلیک بهتون کمک میکنه که پا بیاد بالا. نکته دومی که از مسیر خارج نشید، این که پا رو جلو نذارید. وقتی که جلو بذارید همینجوری به جلو پرتاب میشید و بدن میخوابه. بدن نکته سوم، بدن کاملا صاف باشه. با کوچولو خوابیدنی به چپ راست یا به پشت دوباره شما از مسیر خارج میشید. همه اینا باعث میشه که کار سخت‌تر بشه. و نکته آخر این که از دستا خیلی زیاد باید استفاده کنید. شما برای گذاشتن دست راستتون رو آزاد نگه دارید، برای پرتاب از دست چپ و پای چپ استفاده کنید. اوکی، دوباره پای راست شلیک دست چپ و پای چپ. 1 2. دوستان یکی از تمرین‌های کمکی توی 540 کیک کمک گرفتن از یه باکس 50 سانتی هست. میخوام پای راست رو بذاریم روی اون. این تمرین فقط برای درک بالا آوردن پای راست هست. پای چپ رو بذاریم بالا، دست راست کنار پای راست، دست چپ هم حالتگاه توی سینه باشه که ازشون استفاده برای پرتاب بکنیم. با پرتاب پای چپ، با بالا آوردن پای چپ، پای راست رو شلیک کنیم به سمت بالا و فرود بیایید روی زمین. دیدتون حتما باید با پای راست همزمان باشه. نکته که مهمه اینه که موقعی که 540 کیک رو میزنید پای چپ خم باشه، سرسیل کاملا بالا باشه، پای راست رو همونطور که گفتم نگاه کنه.